سلام به همه همراهان درجه 1 کانال تهران ترافلر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. به ویدیوی جدید خوش اومدید. تو این ویدیو قراره بریم یکی از روستاهای اطراف تهران رو با هم دیگه بگردیم. پیشنهاد میکنم که حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید، چون که اومدیم یه روستایی که هم از لحاظ تاریخی جذابیت داره، هم طبیعت فوق‌العاده زیبایی داره و قراره که حالا بریم همه اینا رو با هم دیگه ببینیم و لذتش رو ببریم دیگه. اما قبل از اون ازتون خواهش میکنم که اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو بکنید، چون که توی کانالمون قراره کلا بریم کلی ایرانگردی و تهرانگردی بکنیم و ویدیوهای این سبکی خیلی خواهیم داشت. همونطور که از ابتدای ویدیو ممکنه خیلیاتون حدس زده باشید، ما امروز اومدیم به روستای زیبای برقان که توی استان البرز قرار داره و سمت کرج میشه در واقع. ولی خب به خاطر اینکه به تهران هم خیلی نزدیکه، برای تهرانیام یه لوکیشن خیلی محبوب حساب میشه، مخصوصا چند سالیه که خب معروفتر شده و هم تهرانیا و هم کرجیا میان این روستا و هم حالا از آب و هوای خوبش لذت میبرن، هم از بقیه مزایاش که حتما تو ویدیو بهتون میگم لذت میبرن و استفاده میکنن. خب اولین چیزی که شما در بدو ورود به برقان توجهتون رو جلب میکنه و احتمالاً در مورد برقان حتی قبل از اینکه بیایم به برقان شنیدید، محصولات برقانه. حالا مهمترین محصولش آلوی برقان هستش که احتمالاً خیلیا در موردش شنیده باشید، ولی خب جالبه بدونید که برقان محصولات دیگه حالا مثل گیلاس و آلبالو و گردو و این چیزا هم داره، ولی خب آلوی برقان خیلی معروفه. این فصلی هم که ما اومدیم خب آلو تمام شده، ولی حالا آلوی خشک و مشتقات دیگه آلو مثل لواشک و ترشیجات و این چیزا اینجا پیدا میشه که قیمتاشون هم حالا میتونید ببینید. یه چیز جالبم بهتون بگم که برقانی خودشون به آلو میگن گوجه. حالا میبینید که نوشته گوجه برقان، به خاطر اینه بیشتر. جالبه بدونید که توی برقان، توی همین روستای کوچیک، ما چندین تا اثر ثبت ملی شده داریم که یه سریاش آثار تاریخی هستن که جلوتر با هم میریم میبینیم، ولی آلوی برقان یکی از اون چیزایی که توی برقان ثبت ملی شده برای روستای برقان و خب یه جورای آثار نامحسوس یا ناملموس حساب میشه. یکی از چیزهای دیگه هم که از برقان ثبت شده و ناملموسه بستنی‌های برقانه که بستنی‌های خاص خودشونو دارن که این بستنی هم همون اول برقان که وارد بشید خیلی مغازه‌های مختلف، فروشگاه‌های مختلف میفروشنش که حالا به خاطر نوع درست شدنش و اینا متفاوته و اونم ثبت ملی شده. می‌بینید که ما از اول روستا که وارد شدیم اکثر مغازه‌هایی که اینجا هستن همه دارن محصولات برقان، حالا از گردو گرفته تا آلو، حالا مدل‌های مختلفش و برگه زردآلو و این چیزا رو میفروشن که تعدادشون هم خیلی زیاده و واقعا هم یه جورایی حس خوبی به آدم میده. یعنی میای تو این روستا کلا مغازه‌های این شکلی رنگی و با محصولات محلی رو میبینی دیگه. یکی دیگه از چیزایی که توی برقان خیلی معروفه محصولات لبنی و همینطور عسلشون هستش و به خاطر همینه که حالا بستنیشون انقدر معروفه و حتی ثبت ملی شده که باز محصولات لبنی رو هم شما اکثر مغازه هایی که حتی آلو و این چیزای این شکل رو دارن محصولات لبنی رو هم دارن اینجا. همونطور که بهتون گفتم برقان یه روستای تاریخیه، حالا اگرچه که ظاهرش یک مقداری شکل امروزی پیدا کرده، ولی ما تو کوچه های برقان که بریم که جلوتر حتما بهتون نشون میدم، هنوز خونه های قدیمی با بافت قدیمی رو میبینیم و این فوق‌العاده جذابه. و توی همین بحث تاریخی یکی از چیزایی که خیلی توی برقان معروفه درختای چنار برقان هستن که قدمت خیلی بالایی دارن. حتی برقان به شهر یا روستای چنارهای 1000 ساله معروفه
توی این مسجد ورقان یکی از قدیمی ترین یا میتونم بگم قدیمی ترین درخت چنار ورقان رو اینجا داریم که میگن بالای 1300-1400 سال قدمت داره این درخت چنار. و چیزی که در مورد این درخت فوق‌العاده است اینه که این درخت چنار، حالا اینم یه چنار دیگه است که در واقع قدمت داره ولی سنش کمتر از اون یکیه. این درخت چناری که با هم دیگه داریم میبینیم با اینکه داخل درخت کامل خالی شده و حتی به خاطر اینکه حالا مردم اومدن به خاطر یه سری اعتقادات شمع روشن کردن و سوخته یه جاهاییش و شما میتونید حتی آسمون رو از داخل درخت ببینید، ولی این درخت چنار هنوز زنده است و سبزه و این خیلی جذابه. حالا امیدوارم که حفاظت لازم از این درخت تاریخی انجام بشه، چون به نظرم خیلی حرفه یه درخت 1300-1400 ساله. فکرشو بکنی یه موجود زنده‌ای که 1300 سال 1400 سال روی این کره خاکی بوده و هنوز داره نفس میکشه، این خیلی جذابه به نظر من. امیدوارم که ازش واقعا حفاظت بشه. البته توی برقان همونطور که بهتون گفتم چنارای قدیمی بازم هست، مخصوصا نزدیک رودخونه که میریم درختای قدیمی خیلی هستن که همراه هم باشین حتما در ادامه ویدیو که بریم کنار رودخونه بهتون اونا رو هم نشون میدم. حالا ما داریم توی کوچه پس کوچه های برقان قدم میزنیم، میبینیم که خب یه سری خونه ها معلومه که مجدد ساخته شدن و به نسبت جدید هستن. یه سری خونه ها هم هستن که خب یه جورایی انگار الان متروکه و حتی خراب شدن ولی هنوز هستن توی بافت روستا که قدم بزنی میبینیشون. از برگشتم میام در ادامه گشتمون توی روستای برقان میخوایم بریم یکی از اقامتگاه‌های تاریخی برقان به اسم اقامتگاه حاج داوود بزرگمهر رو ببینیم. اونطوری که توی سردر اقامتگاه نوشته این اقامتگاه 300 سال قدمت داره و خب اینجا همه چی قدیمی و درای چوبی، سقف چوبی و کلا حس و حال قدیم داره اینجا دیگه. خب بازسازی شده منتها همون شکل قدیمی رو حفظ شده و دکور و دیزاین قدیمی براش در نظر گرفته شده. اینجا یکی از اتاقای همین اقامتگاه هست که طراحی و دکور خیلی قشنگی داره. کلا وسایل قدیمی از ظرف و ظروف قدیمی گرفته تا پشتی و کرسی و چیزای قدیمی توش گذاشتن برای چیدمانش. حتی رخت خوابا رو به سبک قدیمی اینجا چیدن و گذاشتن که یه حس و حال خیلی نوستالژیک و خوبی داره دیگه، یعنی حس خوبی به آدم میده. مثلا جد شاه مثلا از افغان شاه. اینم حیات این اقامتگاه و حوض کوچیکی که توش داره و
ویو جذابی که از این قسمت حیاط میشه دید از اقامتگاه. کلا خب اقامتگاه ها اینطورین که حس و حال قدیمو دارن دیگه و قیمتش هم از شبی 700-800 تومن شروع میشه به بالا دیگه. خب اگه موافق باشید در ادامه گشتمون توی روستای زیبا و تاریخی برقان بریم کنار رودخونه زیباش و یکم هم از حال و هوای طبیعتش لذت ببریم. توی برقان این شکلیه که حالا توی رودخونه یا کنار رودخونه معمولا تخت گذاشتن و باغای خانوادگی هست که تخت‌ها اجاره داده میشن. شما میتونید اجاره بکنید و حالا به صورت ساعتی ازشون استفاده بکنید و لذت ببرید. در ادامه ویدیو هم یه ذره با هم دیگه این طبیعت زیبا رو میبینیم و لذت میبریم. من سعی میکنم که حالا یه مقدار سکوت بکنم، شما از صدای طبیعت و صدای آب بتونید بیشتر استفاده بکنید. خب امیدوارم که تا اینجای ویدیوی روستای برقان براتون جذاب بوده باشه. بریم در ادامه ویدیو یه کم دیگه روستا رو بگردیم و قسمت‌های دیگه‌ش رو ببینیم با هم دیگه. یکی دیگه از لوکیشن های تاریخی روستای برقان پل معروفش هستش که قدمتش به دوره صفویه برمیگرده. حالا از این قسمتی که من هستم خیلی نمیشه ویو در واقع واضحی از پل داد، ولی همین پلی هست که ماشینا از روش عبور میکنن و داریم از دور میبینیم. بعد یکی از خوبیایی که روستای برقان داره اینه که اینجا رستوران و اینا هم خیلی زیاد هست. یعنی حالا کسایی که میان اینجا واسه گردش و تفریح دیگه از بابت غذا و اینا هم خیالتون راحته. تا دلتون بخواد رستوران با غذاهای مختلف وجود داره، میتونید ازش استفاده بکنید. و اینم پل صفویه که بهتون گفتم توی روستای برقان قرار داره، میبینیم اینجا.
اینجا یه مغازه خیلی باحال دیگه توی روستای برقانه که میبینید از چیزای ظرفای مسی گرفته تا لبنیات و میوه های محلی خودشون و آلو برقان و همه اینا رو اینجا میفروشن و میشه ازش استفاده کرد که خیلی هم جالبه به نظرم. یکی دیگه از آثار تاریخی ثبت شده برقان این تکیه اعظم برقان هستش که به خاطر قدمتش و همینطور به خاطر تعزیه هایی که از دوره قدیم تا الان توش برگزار می شده شهرت داره و الان هم البته توی این تکیه همچنان توی ایام محرم تعزیه های خیلی باشکوهی برگزار میشه و هم خود تکیه اعظم ثبت ملی شده و هم تعزیه های معروف برقان که به عنوان یه اثر ناملموس ثبت ملی شده. اینجا هم یه قسمت دیگه از رودخونه هست که متاسفانه خشک شده، با هم دیگه داریم میبینیم. خب امیدوارم که تا اینجای ویدیو امروز خسته نشده باشین. همونطوری که بهتون گفتم روستای برقان واقعا جذابیت زیاد داره، یعنی از سوغاتیاش گرفته که آلوی معروف برقان هست، لبنیاتشون هست، گردوشون هست و بقیه محصولاتشون که خب اینجا اکثرا باغدار هستن و محصول زیاد دارن. از این محصولات گرفته که جذابیت داره تا طبیعت خیلی قشنگش، رودخونه زیبایی که با همدیگه دیدیم و لذتش رو بردیم، تا خوراکی‌های معروفش که میشه اینجا خورد و ازشون استفاده کرد، مخصوصا بستنی گله که بهتون گفتم ثبت ملی شده و همینطور آثار تاریخی خاصی که توی روستای برقان میتونید ببینید تا حتی خونه های قدیمی که از دوره قاجار موندن و خب ثبت ملی هم نشدن ولی خب واقعا میشه قدیمی بودن و قدمت رو توشون حس کرد و لذت برد از دیدنشون. امیدوارم که ویدیو امروز همونقدر که برای من جذاب بوده برای شما هم جذاب بوده باشه و ازش لذت برده باشید. یادتون نره حتما ویدیو رو لایک بکنید و اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو بکنید، چون که به زودی با ویدیوهای خیلی خیلی متنوع از جاهای مختلف ایران در خدمتتون خواهیم بود. فعلا تا ویدیوی بعدی من شما رو به خدا میسپارم و این جاده زیبا که به سمت برقان میره رو با هم دیگه تماشا بکنیم و من باهاتون خداحافظی میکنم.